به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما بینندگان گرامی. آرزومندم که همه شما خوب و صحتمند باشین. در این ویدیو روش جداسازی اجزای مخلوط را توسط قیف تفریقی به صورت عملی کار میکنیم. مواد و وسایل مورد نیاز این فعالیت: پایه یا استند، روغن، آب، میله شوردهنده، رنگ غذا، بیکر، ست سرم، بوتل، قیف و کارد. روش کار چگونه هست؟ در ابتدا مقداری از آب در بیکر می اندازم. و حال چند قطره از رنگ غذا را در آب می اندازم تا که آب رنگی شود. آب رنگه شد. مقداری از روغن در آب اضافه می کنم. توسط میله شوردهنده شور میدم تا که یک مخلوط به دست بیاید. یک مخلوط غیر متجانس مایع در مایع آماده شد و حال به خاطر از اینکه اجزای این مخلوط از همدیگر جدا کنیم میاییم از قیف جدا کننده یا قیف تفریقی کار میگیریم. اکثری از مکاتب این قیف تفریقی را نداره. به همین خاطر توسط مواد ساده که در دسترس داریم میاییم یک قیف تفریقی ساده را آماده میکنیم. روش آماده ساختن قیف تفریقی: ما به خاطر ساختن یک قیف تفریقی از این بوتل شیشه‌ای کار میگیرم، ولی شما میتونین که از بوتل آب معدنی، بوتل نوشابه و یا هر بوتل دیگری که خودتان مناسب میبینین از همو استفاده کنین. ما یک بوتل کار داریم و یک ستی از سرم. پایپ ست سرم ما گرفتیم، به این اندازه قطع کردیم و حال این قسمتی از پایپ سرم در سرپوش بوتل جابجا میکنیم. جابجا شد و حال مخلوطی را که قبلا آماده کردیم در بوتل می اندازم. سرپوش بوتل بسته میکنم. بوتل برعکس کرده در پایه میمانم. در این قسمت یک بیکر میمانم. یک چند دقیقه را میمانیم تا که اجزای مخلوط از همدیگر جدا شده و دو فاز تشکیل میده. اجزای این مخلوط از همدیگر جدا شده و دو فاز متفاوت تشکیل داده. قیف تفریقی برای جداسازی اجزای مخلوط‌های مایع در مایع که دارای کثافت‌های متفاوت باشه استفاده میشه. هرگاه در یک مخلوط مایع در مایع که اجزای آن دارای کثافت‌های متفاوت باشه، بعد از مدت زمانی اجزای آن فازهای مختلف تشکیل میده که در اینجا آب دارای کثافت بیشتر هسته در قسمت پایانی قرار گرفته و روغن که دارای کثافت کمتر هست نسبت به آب در قسمت بالایی قرار گرفته. هرگاه ما چرخه را باز کنیم آب جریان پیدا میکنه در بیکر. زمانی که آب ختم شد چرخه را بسته میکنیم و روغن در یک بیکر دیگه جدا میکنیم. من چرخه را باز میکنم
تا که جریان آب صورت بگیره. و به خاطر از اینکه یک منفذ هوا وجود داشته باشه در بوتل تا که آب جریان پیدا کنه، من یک سوزن پیشکاری رو میگیرم در سرپوش بوتل میزنم. آب هم ختم شده و چرخه رو من از اینجا بسته میکنم. روغن دهی بیکر می اندازم. توسط یک مدلی از قیف تفریقی تانستیم که اجزای این مخلوط از همدیگر جدا کنیم. امیدوارم که فعالیت براتون مفید واقع شود. تا اجرای ویدیوی آموزشی دیگر، خدا نگهدار.